بسیار زیاد تشکر از سلطان یاسر. سفر اف که ویزه آلمان به مبلغ $10,000 و تاریخ 14/4 ماه دوم 18 سال برایم کشید. به مدت 45 روز زمان بود. از جهان سپاس. نه دوستای عزیز، ویزه آلمان برای برادر دیگان به $10,000 کشیدیم. کسانی که قصد سفر به کشور آلمان را دارند حالا میتوانند با سلطان یاسر 07 سفر نمایند. کارش فول پکیج میدان پاس است. 100% تضمینی، مطمئنی، رسمی، قانونی می باشد. کسانی که قصد سفر به کشور آلمان را دارند پیج سلطان یاسر 07 فالو بگیرند، از طریق مسیج و کامنت جواب خود را دریافت کنند. شما خودتان میرین سفارت اینترویو میتین، بعد از ختم اینترویو ویزه خود دریافت میکنین و تکت طیاره را ما براتون بوک میکنیم و شما پرواز میکنین بخیر به طرف آلمان. شما هر زمانی که از میدان هوایی آلمان بیرون شدین با فامیلتون تماس میگیرین، پول بر ما آزاد میکنه. پول هم که در صرافی خودتان در سرای شاهزاده بلاک میکنین، از طرف ما نفر می پیسه رو اوکی میگیره و ما کارتون آغاز میکنیم. زمان کاریش هم 45 روز است. کسانی که قصد سفر به کشور آلمان را دارند صفحه ما را تعقیب کنند و فراموش نکنین دوست عزیز، کسایی که صفحه ما را فالو نداره به هیچ عنوان بر ما مسیج نکنه که ما پیامایشان جواب نمیتیم، به خاطر از اینکه حق اولیت از کسایی است که صفحه ما را فالو داره و منتظر جواب هستند. پس سفر فالو بگیرین و زودتر پیام خود بر ما روان بکنین که ما با مشکلاتتان رسیدگی بکنیم. و کسایی که صفحه ما را فالو نداره به هیچ عنوان بر ما مسیج نکنه که ما مسیجشون جواب نمیتیم. پس عجله کنین. تشکر.